ورحمة الله وبركاته. وجود پدران و مادران عزیز مهربان، همین میدانی که میبینیم میدان نبردی که 70 تن صحابه در این میدان شهید شدگی. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال سوم هجری، سیم سالی که پیامبر علیه و سلام در اینجا چیکار کرده بود؟ از مکه هجرت کرده بود، در اینجا سکونت میکرد. قریش، ابو سفیان با خالد بن ولید و تمام لشکر مشرکین حمله کردن برای پیامبر صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای دینش، برای ایمان، برای محافظت دین اینجا شروع شد. از این طرف که میبینیم رسول الله علیه و سلم در این کوهی که مردم ایستادگی‌اند با همراه 100 تن صحابه بود. از اون طرف قریش بود، از طرف روبرو قریش بود. این میدانی که میبینیم میدان نبرد، میدان زد و خورد. مردم اون وقت با شمشیر با نیزه چکار میکردن؟ زد و خورد میکردن. در اینجا حضرت امیر حمزه امکی پیامبر صلی الله علیه و سلم شهید شده. وحشی یکی از غلامان زرخرید قریش اینجا چکار کرد؟ حضرت حمزه را شهید کرد. عبدالله ابن رواحه، مصعب ابن عمیر رضی الله عنه و اجمعین سفیر پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا شهید شده. 70 تن صحابه در این میدان مدفون هستند. 70 تن صحابه، 70 تن صحابه بزرگوار حافظ قرآن در اینجا مدفون هستند. به خاطر چی؟ به خاطر که دین اسلام، قرآن در تمام دنیا منتشر شود. رسول الله علیه و سلام در این کوه چکار میکرد؟ ایستادگی بود با همراهی صحابه ها. دندان مبارک پیامبر علیه و سلام اینجا شهید شده. این کوه میبینید جبل این اندازه بود. دندان مبارک پیامبر علیه و سلام اینجا چکار کردن؟ خونالود شدن. در حدیث آمده است که وقتی که دندان پیامبر علیه و سلام خون پیامبر در این کوه میچکه، تمام احد بوی مشک میکنه. خون پیامبر علیه و سلام از مشک بویتر خوبتر بود. تو چند خپش همینجا گردش برای مردم روشن بود، الان نمایان نیست. این کوی میبینه چند سال پیش کوی بزرگ بود، آهسته آهسته هموارش کردیم. خلاصه اینکه رسول الله علیه و سلام در این جنگ مغلوب شد. 70 تن صحابه از دست داد، از آن جمله امکی بزرگش. صحابه بزرگوار در این جزو کردن؟ جان خود را به جانان تسلیم کردن. دعا کنیم پروردگار روحی حضرت امیر حمزه، روحی بزرگواران از ما و شما شاد باشد. همه ما و شما بازی هممون سوره الحمد میخونیم، سه بار سوره قل هو الله داخلش دعا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. پروردگاران و روح پیامبر آیه‌های زیبا را برسان. و ثانیاً به روح شهدا از ما و شما شاد رحمت و مغفرت شایسته جنت یا رب العالمین. رسول الله علیه و سلام فرمودند که هر کسی که در جنازه اشتراک کنه ثواب 1 قرات، اگر از خفای مرده تا سر قبرستان برود ثواب 2 قرات. علی اصحاب گفتند که یا رسول الله قرات چند قدر ثواب دارد؟ رسول الله علیه و سلام فرمودند که مثل کوه احد وزن داره 1 قرات. 18 کیلومتر همین کوه احد چیه؟ طول درازی دارد. پیغمبر علیه و سلام فرمودند که من احد دوست می‌دارم، شما هم احد دوست بدارید. یکی از بابها، یکی از درهای جنت همین کوه احد است. خداوند روز قیامت ما و شما را با در باب احد داخل جنت می‌گرداند. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. خداوند سفر ما را پر از اجر و ثواب و میسر بگرداند یا رب العالمین. السلام علیکم و